سلام دوستان عزیزم، زیباجوی عزیزی که براتون تصویرشون رو گذاشتم. اول مراجعه کردن و خواستن که زیر چشمشون رو برشون SPF جل بزنیم، منتها که در مشاوره که انجام دادم دیدم که به هیچ وجه ایشون سیب گونه ندارن در ناحیه اطراف بینی و لب‌ها هم بسیار منطقه خالی هستش که از اونجایی که صورت گردی میخواستن و خط جولاین نمیخواستن، ما حالا براشون تلاشمون کردیم که صورت گردی درست کنیم ببینیم چه میشه. اسیر مشت بستم از این همه پرسه زدم، کوچه به کوچه خستم. تو لحظه های بی کسی اسیر ناباوریم، تو خواب خالی جنون یکس خاکستریم. خب دوستان عزیز، همطور که مشاهده میکنید بسیار عالی شده. رو چونه کار کردیم، اطراف بینی، گونه های بسیار زیبا، زیر چشم خیلی زیبا شدن. البته یه مقدارم برای ترمیمشون حدود 15 روز دیگه انجام میدیم.